بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان شبکه نجم تیوی، چنانه که برایتان از عنوان معلوم گشت، این سه خصلتی است که خداوند برای بندگانش بسیار بد می‌بیند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: عن المغیرة ابن شعبة رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول: إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاری و مسلم. یعنی از مغیره ابن شعبه رضی الله عنه روایت شده است که فرمودند: رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدم که چنین می‌فرمودند: هر آینه خداوند بر شما سه خصلت را بد می‌بیند، از سه خصلت خوشش نمی آید. اولین خصلتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، این خصلتی می باشد که قیل و قال، یعنی سخنهای مالا، یعنی سخنهایی که معنی ندارد. دومینش کثرت السؤال، بسیار سؤال کردن. سومینش اضاعت المال، ضایع نمودن و اسراف کردن مال. هر یک بنده مؤمن کوشش میکند که محبت خداوند را به دست بیارد و اینچنین کوشش میکند که به رضایت خداوند سزاوار گردد و هر خصلتی که خداوند خوشش نمی آید از آن خود را نگه دارد. و در این حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم سه خصلت را بیان کردند که خداوند برای ما و شما آن خصلت را بد می‌بیند. یعنی بد دیدن خداوند دلالت بر این میکند که این سه خصلت حرام است و بنده مؤمن باید از این سه خصلت خودداری نماید و باید خودش را نگه دارد. چنانه که در حدیث گفتیم، اولین خصلت این مشغول شدن با قیل و قال، یعنی مسلمان هر سخنی که میشنود آن را نمیگوید یا با هر چیزی که میشنود با آن خود را مشغول نمیسازد. چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام مسلم روایت کرده‌اند میفرمایند از ابو هریره رضی الله عنه: کفى بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. برای انسان کفایه است که از جمله دروغ گوینده حساب شود. هر آن چیزی که میشنود آن را گفتنش کفایه است برایش. یعنی وقتی ما هر آن چیزی که میشنویم، فلانی فلان کار کرده است، بسمدانی چنین کار کرده است، فلانی با زنش جنجال شده است، فلانی با دوستش یا با شریکش ناگپی شده است، هر آن چیزی میده چویده که در دیگران میگذارد آن را گفتن، این چی است؟ این صفت را خداوند بد میبیند. و هر آن چیزی که امروز میشنویم اگر آن را تحقیق نکنیم آن سخن درست است یا خطا است و همه آن چیزی که میشنویم اگر ما گفتن گیریم حتما در آن دروغ است. برای همین پیامبر گفتند کفایه است برای انسان که از جمله دروغ گویندگان شود، هر آن چیزی که میشنود آن را بازگویی کند. خب این یکمین صفت بود. دومین صفت این کثرت السؤال، بسیار سؤال کردن. در این دو چیز می درآید. یعنی بسیار سؤال کردن از مردم، یعنی با اصرار از مردم مال طلب کردن، طلبندگی کردن، پرسندگی کردن از مردم. و یکی از صفتهای بنده های خداوند یا یکی از صفتهای صحابگان این بود که چنانه که خداوند در سوره بقره برای ما و شما بیان کرده است: یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا. یعنی وصف بندگان مؤمن چنین است که خداوند می‌فرماید انسان نادان آنها را از شدت عفت، از شدت خودداری آنها را انسان غنی و انسان دارا گمان میکنند. برای چی؟ برای آنکه آنها لا یسألون الناس الحافا، انسانها را بسیار مسئلت بسیار نمیپرسند، یعنی با اصرار طلب نمیکنند از مردم.
خودداری میکنند، آنها عزت نفس دارند، آنها به عفت هستند، از همه پرسیدن نمیگیرند. یا مثلا حتی از بابت قرض هم باشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم چنانه که معلوم است هر سحر و هر صبح و هر بیگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم از قرضدار شدن پناه میطلبیدند و بسیار میترسیدند. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر نفری رو برای جنازه بیارند و گویند که این قرضدار است، پیامبر صلی الله علیه و سلم برایش جنازه نمیخواندند. خب این معنای اولش بود که از مردم بسیار نمیپرسند، طلبندگی نمیکنند. بنده مؤمن به عفت است، بنده مؤمن عزت نفسش بلند است، خودش رو نگه می‌دارد. و دومین معناش این است که از دانشمندان، از علما بسیار سوال نمی‌کنند، سوال‌های بی‌معنی. یا یک نفری رو حتی بسیار دوچار میشیم، روبرو میشیم که سوال میکند و میگوید از فلانی پرسیدم، فلانی چنین جواب داد، شما چی جواب میدهید؟ برادر عزیز، مقصد تو از پرسیدن چی است؟ از فلانی، مادام از فلانی پرسیده باشی و جوابت رو گرفته باشی، از دیگر چی میپرسی؟ از دیگر نفر. و چنانه که در حدیث دیگر آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند سبب هلاک گشتن بنی اسرائیل، سبب هلاک گشتنشان این بود که کثرت سؤالهم علی انبیائهم، پیامبراشون را بسیار سوال میکردند، سوالهای نوجا. حکم این چی است؟ فلانش چی است؟ موسی علیه السلام خداوند گفت اذبحوا بقره، یک گاوی رو گیرید و کشید، گفت در یک مسئله، البته چقدر نمیرویم، یک گاوی رو کشید. گفت بنی اسرائیل چی گفتن؟ آن گاو چه خیل باشد، رنگش چگونه باشد، گاوی نر باشد یا ماده باشد، آیا تولد کرده باشد یا نکرده باشد، آیا کشتکار در کشتکار صرف کرده باشند یا نکرده باشند. پیامبر صلی الله علیه و میگن یگان گاو رو میگفتند و میکشتند، خلاص میشدند. اما تکاوی کردند، بسیار سوال دادند و برای همین سبب هلاک آنها گشت. این صفت بسیار صفت مذموم است که امروز سوالهای بیهوده، سوالهای مالایعنی که نه فایده دارد نه یک از آن بهره میگیری میپرسند. و این هم صفت بد است که خداوند برای ما و شما نمیخواهد این صفت را. این دومین صفت بود، بسیار سوال کردن. و صفت سومی این است که اضاعت المال، مال را ضایع کردن، مال را اسراف کردن. خداوند برایت مال داده است، خداوند برایت رزق داده است و آن رزق را چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله و دینار ينفقه على اخوانه و دینار ينفقه فی سبیل الله. بهترین مالی که انسان صرف میکند، انسان خرج میکند، این اولین راهش کدام است؟ برای اهل و عیالش، فرزندانش، پدر و مادرش. و دیناری که، مالی که برای برادرانش خرج میکند و صرف میکند، و دیناری که یا مالی که در راه خداوند صرف میشود. از این بیرون دیگر همش اسراف میشود. و چنانه که ببینیم امروزها جوانها مالی که به دست میبیارند یا طول یک ماه کار میکند، معاش میگیرد یا تجارت میکند، یک مال به دست میبیارد، آن را صرف میکند به جایهایی که تماما ضرورت ندارد. یا هر شب میبینی که هر شب در آشخانه است و در طربخانه است و در رستوران ها میگردد. همسر و فرزندانش به یک برده نان، به یک لقمه محتاج و نیازمندند. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارک خود میفرمایند کفی بالمرء اثما ان یضیع من یعول. برای مرد یک گناه بزرگ کفایه است. چی باشد آن گناه؟ ان یضیع من یعول، عائله اش را، همسر و فرزندانش را ضایع کند. نفقه اهل و عیال واجب و وظیفه هر یک مرد است. اولین و بهترین مالی که انسان خرج میکند این اهل و عائله‌اش، فرزندانش است، پدر و مادرش است. و برای همین
خداوند کند که ما و شما از این 3 خصلت بد خودداری کنیم. هر یکی ما و شما خودمان را نگه داریم و خداوند کند که هر خصلتی که خداوند از ما و شما دوست می دارد آن خصلت ها در ما و شما دیده شود و هر صفت و هر خصلتی که خداوند بد می بیند و از آن راضی نمی شود ما و شما را خداوند پاک سازد و خداوند آن نفرانی که این لحظه این حدیث مبارک را شنیدند به آن عمل نمودند موفق گرداند. تا نوارهای آینده خداوند نگهبانتان باشد.